اون میشه. بله نمیدونن به خدا مردیم زنده شدیم تا ببینیم به ملت بگیم آقا الان نیدی گوشیش تمام عکس فرش بود نشان میداد این مال ملاهره. ماها بیشتر به یک کار منازش کرده. آمده به چیز زدن این من خودم آقای فروزان یه زمانی اقامتگاه بومگردی داشتم تو همدان. من ازش بماند حالا بماند چرا بستنش اینا بماند. یه خانه باغ بود توی پشت تالار قرآن. اصلا دقیقاً یکی از اتاقاره من از قصد سپردم یه بنده خدا یه دار خالیش دقیقاً برداشت آورد اونجا بشینه بافتن که هر کی میاد مثلا ببینه چیه. ولی آره ببینه مثلا چه جوری بافته میشه. یه از آدم در میاد تا یه همچین نقشه‌ای در بیاد. ولی به قول شما خیلی سخته دیگه داره همه چی اینا میگیره کارا. اصلا دقیقاً این تغییره رو کاش وای میسادن میدیدم تو چند دقیقه ها این آره که چی بوده